عبادت چی را میگه؟ هر قول و عملی که پسندیده به نزد کیست؟ الله. تلاوت چیست؟ سجده چیست؟ بگوی آواز دادن، مشکل طلب کردن چیست؟ عبادت. برای غیر الله نمیشه. یک دلیل، این دلیل خالق آسمان و زمین، گرداننده تاریکی و روشنی الله است. یک، به خاطر دعوا گفتیم صفات کمال کلش مخصوص کیست؟ یک دو دلیل تیر شد. سوم دلیل هو الذی، الله ذاتی است، خلقکم من طین، حالی اشاره میکنه عالم اکبر الله بیان کرد موضوعشه. عالم اکبر زمین و آسمان. حالی عالم اصغر میگه انسان عالم کوچک است، نمونه عالم اکبر است. وجود انسان مکمل یک نمونه خرد برای کل کائنات است. مویای در بدنت، استخوانای در بدنت، گوشت در بدنت، رگا در بدنت، کلش نمونه کائنات است. زمین چی داره؟ درختها داره، گیاها داره، سبز میشه، مویای تو در بدنت سبز میشه. زمین خاک داره، گوشت تو خاک است. زمین که سنگا داره، استخوانای سنگاست. زمین در رگ رگی خود آباد، هر طرف جریان داره. رگ رگی وجودی تو اینمی قسم است. تو نمونه استی، تو انسان نمونه عالم اکبر استی. تو انسان عالم اصغر استی، کائنات عالم اکبر است. از کجا پیدا کرده تا انسان؟ تو علی بیبی. هو الذی، الله ذات است، خلقکم که شما را پیدا کرده من طین، از گل، ثم قضا، بعد از او فیصله کرده الله اجلا، تاریخ مرگ و اجل مسمى، تاریخ مقرر برای تمام مخلوقات، عنده بنزد الله است که قیامت میشه. ثم انتم تمترون، باز شما شک میکنید در مورد قیامت، او را محال میدانه که قیامت نمیشه، یا تمترون جنگ میکنه، رای مجادله را در پیش میگیره که قیامت کجاست، این کجاست. ما بابا و اجدادی ما رفته تالی را پس نامده. اینطوری گپا میزنی. او بدبخت انسان، تو را از الله از چی پیدا کرد؟ برای توی بعید معلوم میشه که انسان ریزه ریزه میشه، یا حیوانات میخوره، یا میسوزه، یا تومه مایا میشه در بحرا، یا ایسته که خاکستر میشه. چطور باز زنده شود؟ اول تو را از کجا پیدا کرده؟ اول خاک بوده، خاک. پس از زمین خاک تو را چی میکنه؟ پیدا میکنه. ببینی گل چی خاصیت ها داره؟ گل ترکدن میخواه. گل که ترک کنی باز ما بینش چی میشه؟ سرشت میشه، یک جای میشه. حالی هر چیز از پیش جور کرده میتونی، شکل داده میتونی. انسان ها تا که آب نباشه که تر شوه با هم یک جا نمیشه. آب مایه حیات است. از انسان ها چی چیز خیلی زیاد ضرورت برش است؟ وحی الهی، دین الهی است. دین الهی یارا با هم چی میکنه؟ میچسبانه، نزدیک میکنه. و بعد از او رقم الله اکبر. عقیده که در وجود دامت، حالی انواع بندگی الله را کرده میتونی. رکوع میتونی، سجده میتونی، قیام میتونی. مثل که از گل هر چیز جور میکنی، اینمی قسم است. اشاره به این میکنه که الله متعال در انسان استعدادی چی را داده؟ علم، کمال، همه را مثل چی واره؟ گل واره. در او هم قابلیت وجود دارد، در انسان هم همین قابلیت ها وجود دارد. دیگه اشاره به چیز؟ خلقکم من طین، پیدا کرده شما را از گل. به واسطه آدم علیه السلام. خلقکم، خلق ابیکم، چی؟ اباکم، پیدا کرده پدرتان من طین، از گل. چرا که اصل از او از گل بوده. یا کلی ما را پیدا کرده از گل. چرا؟ اصل عنصری ما که تکوین پیدا کرده، جوریش آمده از گل آمده. انسان از نطفه پیدا شده. نطفه شیره و محصله تمام وجود انسان است. وجود انسان انرژی را گرفته از خوراکا کلش پیدا شده از چی؟ زمین. پس اصلی ماده انسان پس در زمین رفت. کلگی وارم از، اگر از گل بگویم بالکل درست است، اما بابای ما خواست اشاره میکنه به این که تمام خلایق از چیسته؟ از گل پیدا شده به اعتبار اصل. سوم اشاره هو الذی، الله ذات است، خلقکم که شما را پیدا کرده من طین، از گل. گلا را میبینیم رنگارنگ است. خاکا بازیش تلخ، بازیش شور، بازی شیرین، بازی چی هسته؟ رنگش تو سیاه، بازی سفید، بازی زرد. رنگای انسان هم مختلف است. رنگا متنوع میاد. حبشا را که ببینی عجیب میبینی. یک دندان سفید ببینی، دیگه پوستی سیاه است، خیر و خلاص. عجیب کار است. الله متعال همی قسم رنگ زمین هم پیدا کرده.
اشاره میکنه طبیعت ها مختلف است، نرم است، زشت است، سخت است. از این نگاه از نگاه اخلاقی هم این اختلافات داره. از نگاه پذیرش و قابلیت که او را ماده انفعال میگیم. در ماده انفعالی هم ماده انفعالی داره، اینمی گل. انسان هم ماده انفعالی داره، بعضی خیلی زمین خوب است، باران سرش میشه، انواع گیاه ها و میوه ها میبره، مردم از پیش استفاده میکنه. الله در بین انسان ها علما انبیاء علیهم السلام شهدا را پیدا کرده که از وجودشان خواب مردم سیراب میشه. دنیا اعمالش چیسته منتشر میشه. بعضی کسایی هست که تنها خود جور کرده و دیگه کس بگوه. بعضی زمین ها فقط و فقط خودش رنگ و زیبایی کرده، خب دیگه کس فایده نرسانده. بعضی اینطور سخت زمین است که باران هم میشه هر طرف تیت میشه. انسان هم اینمی قسم است. کوشش کنیم که ما انسان هایی باشیم که واقعا باران بپذیریم. در کجا؟ در سر یا در درون؟ بگوید زمین وقتی گل بیرون میکنه که قطره باران تاثیرش در درون بره. اگر ما تاثیر کتاب الله در قلب ما رفت، باز آثار اعمالتان باز معلوم میشه که چی اعمال از شما صادر میشه. عقیده نمیتونه حیثیت داره. ثم قضا اجلا، بعد از او فیصله کرده الله تاریخ مقرره. مرگ شخصی مرگ تمام عالم است. چرا؟ تمام عالم مجموعه کیست؟ افراد. وقتی کلی افراد مرگ داشته باشه، عالم مرگ داره یا نداره؟ از او خاطر کسی که قیامت منکر میشه غلط میکنه. چرا استدلال که از جزئیات بالای کلیات؟ عالم عبارت از مجموعه نمی افراد است. افراد ما میبینیم بابا نیاکان ما کجا هست؟ رفته، ما میریم اینه. و اجل مسمى، تاریخ مقرر برای تمام مخلوقات عنده به نزد الله است، برای کسی نگفته، مشخص نکرده، اما علاماتش بیان کرده. ثم انتم تمترون، بعد از شما شک میکنه. بعضی تان قائل به است که قیامت قایم نمیشه، اینمی دنیاست، اینمی طور ما گیاوار تا میشیم بالا میشیم. کمونیست‌ها این عقیده را داره یا نداره؟ میگه ما مثل گیاه هستیم، مثل که در بار گیاه نو میبره باز کنه میشه. انسان ها نمیتونه هست. دوم ترجمه ثم انتم تمترون، بعد از شما مرا میکنه، منازعه مجادله میکنه. کی گفته که آدم اینطور میشه اینطور نمیشه؟ درست دنیا سه چی میگه؟ همین فاسقا که تو را گیر کنه دستت کش میکنه. بیا بچه چی میکنی؟ درست دنیا سه بریم چکه. از ترجمه دیست چپیت میکنه، بریم چکه. بیچاره حیثیت ترجمه را، قدر ترجمه را، منزلت ترجمه را درک نکرده، فکر میکنه اینمی دنیاست. بریم دیگه. ثم انتم تمترون و هو الله فی السماوات. بله، و هو الله معبود است، پرستشش کرده شده. اشاره میکنه صفات کارسازی برای الله است. تمام کارسازی، اختیارات، تبدلات، انقلابات در زمین آسمان در اختیار کیست؟ و هو الله پرستشش کرده میشه فی السماوات در آسمان و فی الارض در زمین. در آسمان خب ملائک است، اینطور پرستش میکنه که در عبادت تمام رزق و غذای از و عبادت است. خلاص هیچ چیزی دیگری نداره، وظیفه‌شان اینه. مراد از الله وصف مشهورش است در اینجا. متصرف در آسمان الله متعال است. هر انقلاب تغییراتی که در آسمان ها میاد الله میاره. دیگه دو معنا را کردیم. و هو الله معبود است، عبادتش کرده میشه. فی السماوات در آسمان ها ملائک مکمل عبادت میکنه. و فی الارض در روی زمین هم عبادت ازی کرده میشه. اما عبادت ها دو قسم است، یکی جبری یکی اختیاری. جبری کلی کائنات بندی الله است، قانون جبری الله را کلگی پذیرفته. اما در اختیاری بعضی عبادت الله را میکنه بعضی نمیکنه. دوم ترجمه و هو الله متصرف است. ذکر الله مراد از پیش معنای تصرف است. و هو امی الله متعال، الله متصرف است فی السماوات در آسمان ها. هر تغییر نظام که در اون جمعه الله میکنه. و فی الارض در روی زمین اینا تصرف در پیش الله است. اگر او میخواه یک شکل بیاره یک شکل میاره، اگر نه انسان ها را میره به کرول ها انسان شده. تنها یک شست انسان متحد نیست است، شستا انسان متحد نیست. قدرت الله را آدم فکر نکنه. یعلم سرکم و جهرکم، الله میدانه پنهان شما را جهرکم، آن چیزی که به نظر خودتان آشکاراست او را الله میدانه.
و یعلم ما تکسبون، میداند کدام چیزی را که شما کمایی میکنه ظاهرا و باطنا مکمل. و ما تأتی من آیت، نمی بری از یا یک آیت معجزه، یعنی دلیل پیغمبر که از آیت قرآن کریم بیا برشان، من آیات ربهم، از جمله آیات های پروردگارشان، الا کانوا عنها، مگر هستنی مشرکین از دو آیت قرآن کریم معرضین، اعراض کننده، نمیپذیره، آیت قرآن تأمل هم نمیکنه. فقد کذبوا بالحق، یقینا نظر به عادت سابقشان نسبت دروغ کردن بالحق به قرآن کریم، مراد از حق چیزی که ثابت از قرآن، یا بالحق پیغمبر علیه السلام، باز هم نسبت تکذیب دروغ کردن. لما جاءهم، هرگاه که برشان آمد، پس تکذیب از جای طور نیست که اوایی بره، پیغمبر معجزه برش بیاره دلیل و یا نپذیره. الله خب پیش گفت که و یعلم ما تکسبون، چیزی را که کمایی میکنه الله میدانه که در مقابل دعوت تو چی میکنی. الله میگه فسوف یاتیهم، اما تو روایی نرفته دعوت انبیاء علیهم السلام و تکذیب کفار، زود است که بیا به می کفار انباء ما کانو، انجام عاقبت بد حقایق ما، آن چیزی که کانو بودن بهی استهزئون، به او چیز استهزا میکردن. زود است که انجام بد، عاقبت بد او کاروایایی که، یعنی او چیزایی که یا استهزا میکردن، نعوذ بالله، میگفتن اما عذابه که تو میگی بیار سر ما. الم یرو کما هلکنا، یا نمیبینه کما هلکنا من قبلهم، چقدر هلاک کردیم به عذابای مختلف، من قبلهم پیش از یا، من قرن قوم ها را، قرن که در یک زمانه کدام مردم زندگی میکنه و قرن میگه، مکنهم که جای داده بودیم برای مردم ها فی الارض، در روی زمین، ما اوتر قدرت و جای لم نمکن، که ما قدرت نداده بودیم لکم برای شما، و ارسلنا السماء علیهم، روان کرده بودیم از بالا، از سما باران روان کرده بودیم، علیهم بالایشان، مدرارن بنابر ضرورت یا پی در پی موافق حاجت، و جعلنا الانهار، گردانیده بودیم جویا تجری که روان بود، من تحتهم، در زیر باغا و زمینایشان ترقی کرده بودن. فاهلکناهم، پس ما هلاک کردیم یا رب بذنوبهم، به سبب گناهایشان. چرا؟ به خاطر که قوت و خوشحالی برشان آمد الله را فراموش کرد، راه معصیت را پیش گرفت. و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پیدا کردیم پس از یا قرنا آخرین قومی دیگر. دنیا تاریخ دنیا کتاب عبرت است، درس است، درس. الله متعال دعوت میده بنده های خدا، شما نظر بندازی به سابق. انسان بس اوقات توجهش به تقریر و تبلیغ دیگران نمی باشه، اما وقتی نظر میندازه به حالات سابقه، کوی زنبوره که میبینیم که دیوال از کجا تا کجا را تو خورده، دلیل بالای عزیزته که بسیار قومی قوی هیکل بوده، اینقدر حوصله داشته که اینقدر دیواله، در حالی که امکانات تخلیقی هم خیلی کم بود نسبت به این زمان، چطور این دیوالا را در اینقدر کور دور داده، قوما زندگی کرده، کجا شدن؟ تیر شدن رفته. آیا متو رفته یا پیغمبر برش آمده؟ قرآن برای ما میگه پیغمبر برش آمده، اما نپذیرفتن. الله متعال کلگی را هلاک کرده، ما هم نپذیریم، ما هم نفهمیم، ما هم هوشیار نشیم، روزی فرا میرسه که آثار ما عتیقه و قدیم باقی بمانه و ما نباشیم. همینطور است. خیر وقتی رفتنی از این دنیا هستیم، میفهمیم که دنیا موقت است و توقیت دنیا هم برای کمایی چیسته، نتیجه آخرت، که تو در جهان دیگه اینجا نتیجه به خود پیدا میکنی، مزرعیت است، مزرعه کشزارت است. چطور روزها عبث است پیش تیر میشه، تو هیچ چیزی کمایی نکردی. رمضان مبارک تیر میشه اما تو تهجد نخواندی، گریان نکردی برای الله. رمضان تیر میشه از معصیت و گناه های یادآوری نکردی در پیش الله که سخت پشیمان شده باشی، سرش گریان کرده باشی که الله سخت قصور و کوتاهی داره. رمضان تیر میشه تو حتی رمضان را نگرفتی، قیام اللیل عبادت الله را نکردی، تلاوت قرآن را دست نگرفتی، تلویزیونی لعنتی در گوشه خانه است، با جز از سریال غلط از موسیقی دیگه چیز دیده نتونست. چرا اینطور کردی؟ انسان باید عبرت بگیره، ما سبقه را چیزی که میبینه، پدری چی شد، بابای چی شد، چی کردن، چی چیز برش به دردش میخوره، تو ناسه و بچهش هستی، تو را به الله قسم کدام وقت یادت میاد یا نمیاد که این پدر خود زحمت خیلی زیاد کشیده بود، بیا امیالی کمی نماز میخواندم، خب از این صدق دل بری از یک دعا را از سوخت دل برش بکنم، نه رفت کو نشد، گپا رفته.
میبینی که تو او هم رفته تو هم چی چیز به دردش میخوره؟ پدر جانم مدرسه آباد کرده بود، خیر کثیرش روان است، مسجد آباد کرده بود، راه را جور کرده بود. همین درس خود تو هم بگی. دنیا، تاریخ دنیا عبرت برای مردم است، مردم باید عبرت بگیرن. خب قومای سابقه را قرآن یادآور میشه که آنقدر قدرت تو الله برش داده بود که برای ما نداده. و در کوها برای خود جاها جور کرد، سنگا را تراش میکرد. چقدر قابل بوده نقاشی دی گپا. الله متعال به او قومای تو نکرده که ظلم کرده باشه. الله میگه ورسلنا السماء علیهم مدرارا، بارانا را وقت ده وقتی مناسب برشان روان کردم، زمینا یک دم غله و دانه و میوه شد، خیلی خوش شدن. خوشی سبب هلاکتشان شد. مست شدن، مست. خوشی که تواضع داشته باشه، حق الله را بشناسه، شکر گزاری نعمت الله را بکنه، اون خوشی نبود. خوشی که نعوذ بالله انسان به سوی معصیت کشان، تقاضای زنا کرد، تقاضای شراب کرد، تقاضای چیز زورمندی کرد بالای مردم عاجز، اونطوری خوشی شد. الله میگه ما هلاک کردیم. ولو نزلنا عليك کتابا فی قرطاس، عبدالله ابن امیه آمد پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم، میگه تو چی رقم وحی سرت میاد؟ یک کتاب می آوردی مثل موسی علیه السلام واره مجموعه که ما قد دست میگرفتیم تا ایدیتا میکردیم. پیغمبر علیه السلام با کلانای قریش که یک ایمان می آورد بسیار حریص بود. از امو خاطر دستده دیازیام شد که همی معجزه برای پیغمبر داده شود و یاد هم ایمان بیاره. الله متعال خبر میده که نه، این مردم ایمان نمیاره. مقصدشان حق طلبی نیست، مقصدشان تو را در تکلیف انداختن است. اصلی هدف یا حق چرا؟ اگر حق طلبی اصلی هدفشان باشه، هر آیت قرآن کریم معجزه بزرگ است. هر آیتش مکمل معجزه است، برای ازی کفایت میکنه که راه یاب شود. این چی بگه کتاب یک دفعه بیاد؟ در حالی که یک دفعه آمدن کده، کم کم آمدن به خاطر خوب است که مردم مضمون و مطلبی از او را بدانند. ولو نزلنا علیک کتابا، اگر ما روان میکردیم، مشرکیا مطالبه کردن کتاب فی قرطاس، در کاغذی نوشته شده، فلمسوه، پس یا میگرفتن در دست، بیدیم به دست خود، لقال الذین کفروا، چون که یا ماده طلب حق در دلشان نیسته، از روی ضد و عنادی مطالبه را داره، کجرو هستن، کجدل هستن. پس چی میکردن؟ لقال الذین کفروا، خام میگوین او کسانی که کافر است، این هذا الا سحر مبین، نیست ای مگر، یعنی پشت طلب حق نمیگردی، پس چه قسم قبول شود؟ این مردم ها گفتن که نیست مگر سحر آشکاراست. این قرآن هم اگر بیاری امطور جملتاً ایرا میگه که سحر آشکاراست. قرآن سحر میگه. چرا قرآن سحر میگه؟ صدا و زمزمه کتاب الله کشش داره، جذب میکنه، حتی آهنگش مطلبش هم کسی نمیفهمه. قاری قرآنی که درست تلاوت میکنه، راستیتان بگوید چقدر لذت داره که واقعا قرآن خوانده شود. وقتی لذت قرآن آدم درک بکنه، باز موسیقی لذت ها کل. از این خاطر ما ضرورت به کی داریم که در تراویح قرآن قاری خیلی خوش الحانه متقی را پیدا بکنیم. هر قدر تقوا زیاد باشه او درست قرآن میخونه، امو قدر جاذبیتش زیاد است و واقعا انسان میگیره، متوجه میسازه. از این خاطر قرآن انقلاب میاره. لیکن این مردم میگه سحر است، سحر خود تاثیر داره، قرآن تاثیر داشت نه، از این خاطر میگه سحر آشکار است. و قالو گفتن لولا انزل الیه ملک، چرا سرش نازل نمیشه یک ملک؟ بیا ملک خطی پیغمبر علیه السلام بگرده، ما ببینیم کلامش بشنویم که بگویا که اینی پیغمبر است، اینی پیغمبر است. این میگم مشکل تراشی، بانه جویی، عجیب است. یک آیت قرآن کریم مثلش آورده نمیتونه، همی خودش اعجاز است. ضرورت به ملک چیست؟ ولو انزلنا ملکا، الله میگه اگر روان میکردیم ملکا، لقضی الامر، خامخا فیصله کرده میشد، نهایت میشد امر، ثم لا ينظرون، باز مهلت برشان داده نمیشد. این مردمای بدبخت ملک میگه اگر معجزه فرمایشی بیا بازیا تصدیق نکنه، کلی از جای به جای هلاک میشه. چرا یا خوش هستن با آمدن ملک همونطور نمیاد. ملک میاد در صورتی که تو دعوت الله را نپذیرفتی. او ملک که بیا که تو دعوت نپذیرفته باشی، ملک ها چی میکنه؟ قریه ها را باز تمام میکنه،
به فرمان الله متعال. ولو جعلنا ملکا، اگر میگردانیدم ای پیغمبر کسی که دعوت دادنی باشه او را ملک میگردانیدم چی میشد؟ لجعلنا رجولا، خامخا میگردانیدم همین ملکه به شکل انسان. چرا؟ در صورت اصلی شکل اصلیش انسان برداشت کرده نمیتونه، از او خاطر مجبور به شکل انسان روان میکردم. ولا لبسنا علیهم، خامخا شک می آوردیم علیهم بالای از یا اشتباه می آوردیم بالایشان. ولا لبسنا علیهم، خامخا اشتباه می آوردیم بالایشان. ما یلبسون، آن چیزی که سبب اشتباه از یا شک از یا میشه. اونجا باز میگفتن که چطور باشه. ولقد استهزئ برسول، یقینا استهزا کرده شده، مسخره کرده شده به انبیا علیهم السلام. تسلی برای پیامبر صلی الله علیه وسلم، برای دعوتگرانی که در نقش و قدم پیغمبر روان است، بسیار انسان حوصله‌اش اضافه میشه. ولقد استهزئ یعنی به مطالبه های بیادبانه از یا نعوذ بالله شما غمگین نشه پیامبر علیه السلام. این مردم ها خود تنها مطالبه نه، انبیای سابقه مورد استهزا، مورد دو دشنام قرار گرفته. یا اگر اینطور مشکل تراشی میکنه، معجزای گستاخانه را طلب میکنه، خفه نشوی. ولقد استهزئ یقینا استهزا کرده شده برسول به انبیا علیهم السلام من قبل که پیش از تو، از جانب مخالفینش. فحاق بالذین، پایین شده بالای کسانی که سخیروا منهم مسخره میکردن از جمعشان، ما امو عذاب کانو که بودن بهی استهزئون، بالای امو عذاب استهزا میکرد، امو عذاب سرش پایین شده. پس پیغمبر علیه السلام کسایی که عناد داره، ضد داره، استهزا میکنه، تو استهزایش نظر برش نکنی، غم از زیر نخوری. چرا؟ الله عذاب استهزا را خامخا روان کرده نیست. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.